این فقط یک کیک شکلاتی برزیلی ساده نیست. من به چشم یه فرصت پولسازی بهش نگاه میکنم که همین یک کیک میتونه خیلی راحت برای درآمد بالای مثبت 10 میلیون تومان رو بسازه. اگه درست ارائهش بدی میتونه مسیر زندگی تو عوض کنه. تا آخر ویدیو همراه هم باش تا با همین کیک شکلاتی برزیلی رو درست کنی. پس همین الان این ویدیو رو سیو کن و ممنونم ازت که لایک میکنی. تخم مرغ ها رو با وانیل و شکر با دور تند هم زدیم. حدود 8 تا 10 دقیقه کامل هم می‌زنیم تا کاملا حجممون کشدار بشه. مرحله بعد روغن و آب رو اضافه کنید، در حد مخلوط شدن هم بزنید و بعد ترکیب مواد خشکمون که شامل آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو هست رو به مایع تخم مرغمون اضافه می‌کنیم. توجه کنید توی این مرحله دور همزن روی کمترین حالت ممکن باشه. مواد رو در قالب 25 سانت بریزید و بذارید داخل فر از پیش گرم شده. بعد از اینکه کیکمون پخت و از داغی افتاد، دورش رو با یک پالت آزاد کنید و کیک رو به 2 لایه مساوی تقسیم کنید. سطح روی کیک رو هم حتما جدا کنید. برای فیلینگ خوشمزه این کیک شیر اصلی رو به همراه خامه صبحونه و شکلات سفید شیری با همزن هم بزنید. توجه کنید شکلات رو به روش بنماری ذوب کنید و بذارید از داغ بیفته. بعد به خامه صبحونه اضافه کنید. نکته بعدی، خامه و شکلات باید با هم همدما باشن. اگه خامه سرد باشه شکلات سریع میبنده و گلوله میشه. در این مرحله لایه از کیک رو روی پای گردون قرار بدید. دورش رو یه رینگ فلزی قرار بدید. اگه دوست داشتید میتونید با شیر کاکائو هم کیک رو مرطوب کنید. حالا فیلینگی که آماده کردیم رو کامل می‌ریزیم روی سطح کیک و با یک پالت و یا کاردک سطحش رو صاف و یک دست می‌کنیم. لایه بعدی کیک رو قرار میدیم و میریم سراغ درست کردن فیلینگ لایه بعدی. فیلینگ لایه بعدی دقیقاً مثل لایه اوله، ولی خب به جای شکلات سفید باید از شکلات تلخ استفاده کنید. فیلینگ شکلاتی رو روی سطح کیک می‌ریزیم و من برای تزیینش و همینطور جذاب‌تر شدن کیک برزیلی از ترکیب شکلات سفید و شکلات تلخ استفاده کردم و کیک رو به مدت 4 تا 5 ساعت بذارید داخل یخچال استراحت کنه تا کاملا خودش رو بگیره. مثل ویدیوهای قبلی من از مقسمه‌های کیک استفاده کردم و کیک رو با چاقوی مخصوص برش به 10 اسلایس برش دادم. کیک کافی شاپی برزیلیمون با فیلینگ شکلات سفید و شکلات تلخ آماده است. امیدوارم تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده باشه. من فاطمه هستم و اینجا در مورد فروش و آموزش کیک‌های کافی شاپی صحبت می‌کنم. اگر ویدیوی من را از اکسپلور می‌بینید برای آموزش‌های بیشتر فالو کنید.